امروز اومدم یک اتچمنت شاتگان خیلی خوب بهتون بدم که این اتچمنت از دور 4 تا شات من اینجا باستم اگه 3 تا شات و وقتی از اینجا مثلا از فاصله 2 متری بزنید وان شاته، ولی وقتی میرین نزدیک اصلا خدا وان شات از نزدیک البته باید قلقم داشته باشه. خب باید همیشه میخواین راه بریم بزنیم به وسط انمی. یعنی چی؟ بزنیم به مثلا اینجای انمی، اینجایی که من دورش قد بکشم، اینجای انمی مثلا یه ذره بالاتر اینجا بزنین، یه خورده احتمال کمی وانشات میکنه، اصلا خیلی خوب وانشات میکنه. ولی اگه بخوایم به پای انمی بزنیم بازم وانشات میکنه، فقط بعضی وقتا نمیدونم وانشات نمیکنه، بعضی وقتا وانشات میکنه. به نظر من اینطوریه. حالا بریم اتچمنت رو بهتون بگم. راستی اگه آپدیت سیزن 11 هم بریم بکنین، خیلی سیزن بالیه، گردنش بال و بگذاریم بریم اتچمنت. این از اتچمنت HS. لطفا چنل منو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.